سلام بچه ها، خوب هستید؟ میخواستم چند دقیقه از وقتتون رو بگیرم و براتون بگم چرا یوتیوب شاید برای بعضی ها ناآشنا باشه، اما بعد آشنایی میتونه برات یه دوست خوب باشه، یه دلگرمی، یه دوست که اولش برات سخت این که امید به چیزی داشته باشی. شاید الان برات نامشخصه که بگی اینم مثل برنامه‌های دیگه آخرش هیچی. بچه هر روز 1 ساعت اصلا 2 ساعت چیزی نیست که آدم نخواد وقتشو بذاره. چند روز که شروع کردی با یوتیوب، روزامون رفته یه برنامه میشه برامون. خود بخود تو 1 ساعت معین پا میشینیم پای گوشی و روی علاقمون کار میکنیم، مثلا ایده آشپزی، نجاری، مهندسی و الاخر حتی زندگیمون، مثلا این روزمرگی. بچه همه چی اولش سخته اما رفته آسون میشه، مثل یوتیوب که دلگرم میشی، رفته جزئی از زندگیت شده. هر جوری شده هر روز میخوای یه وقت باز کنی چون عادت شده برات. این خیلی خوبه که به یه چیزی دل ببندی و امید داشته باشی تا یه کار یا چیزی که آخرش واهی است و سرشکستگی. بچه باید امید داشته باشیم تو زندگی، به همه چی باید تلاش کنیم که این تلاش به رگ و خونمون بچسبه. یوتیوب مثل یه پسنداز میمونه که اولش برات چیزی نمیاد، اما رفته میبینی قلکت پر شده و آخرش قشنگ میشه. همیشه امید به چیزهای خوب آخرای قشنگتری داره.